آقا چطورین؟ آقا من بعد رکورد کردن این ویدیو یه سه جالب فهمیدم که بله بیشتر جاها وایسمو رکورد نکرده بود. به خاطر همین مجبورم که موقع ادیت این وایس رو رکورد کنم. پس یعنی اصلا هیچ ریاکشنی از من داخل این ویدیو امکان داره درست حسابی نبینید. یعنی صرفا فقط دارم الان روی یه ویدیو خالی صحبت میکنم. خب آقا قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم شما یه لطف کنید که لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که خیلی از من حمایت میکنید و بریم سراغ باس فایت. آقا از اونجایی که هیچ وایسی نداشتم بذارم مجبور شدم که یه ذره سرعت این ویدیو رو زیادتر بکنم و یه ذره ریاکشنامو جدی‌تر نشون بدم. اوکی آقا بریم ببینیم به چی میرسیم. ها؟ چی بود؟ خرچنگه اون تو؟ ولش کن که اونجا نمیخوام برم، اونجا خیلی خطرناک به نظر میاد. هی اون دیش what the fuck؟ بیا جلو ببینم، بیا جلو پدر سگ، بیا آی آروم باش، هیل کن، آروم باش. آتیش زد. این دیگه چیه مرد حسابی؟ نه آی برو آی دهنت سرویس. آی بابا نزن خو یه دقیقه. پدر سگ، پدر اژدها، دفعه میام پارت میکنم، نباید بمیرم من. آخ سوختن. بابا عوضی وایسا دیگه. نه اوکی من آتیش نگرفتم. نه بابا چجوری حالا اسب من کنم؟ فعلا فرصتش پیش نمیاد، فقط بودم سمتش اتک بهش بدم. بجام اوه چرا نخوردش؟ نه هی اوکی. هی آقا شانس آوردن داداش. فقط آی داداش جون مادرت یه لحظه. اسبو سامن کردم به دست سگ. بیا جلو بمیر. او نصف اچ پیشو بردم، کمک میگیرم. وای نه آتیش نرسش من. اوه نصف اچ پیش رفته، بقیه‌اش هم میگیرم. اونا تو تری دوم میتونم بزنمش. اوکی پرواز کرد باز. what the fucking باگ گرفت دوره. نزن. آی پدر اجرا بیام جلو دهنه تو سرویس. نه بابا نکن. رسما دیگه تو تری سوم میزنمش. اوه دهن من تا اینجا سرویس کرد، دهنش سرویس میکنه. ای بمیر جون مادر. آی دمیج نخوردم. برو بزنش. نزدیک بود بگیرتم. باز این پرواز کرد. نه آتیش. خوبه دارم خوب مبارزه میکنم. یک چهارم اچ رفت. برو ماشاءالله. اوی تو دره سوم امیدوارم من نمیرم. این دفعه اگه بمیرم به خدا دیگه نمیرم بزنمش. نه آتیش. وای نزدیک بودا. این چرا داره یه اتکو فقط اسپم میکنه؟ او آخر جونشه. نزدیکه خیلی نزدیکه. بزن جون مادرت یه ذره زود. آی بزن دیگه جون تو رو خود. وای یعنی قشنگ دارم از جون مایه میذارم واسه فایت کردن. تو رو خدا یه ذره مونده اخی. تونستم. آقا الان نوبتی هم باشه، نوبت تیری سنتینله. امیدوارم که بتونم فرست ترای بزنمش. این ویدیو رو سرعتشو زیاد نمی کنم، میخوام با ملایمت بریم جلوتر. تا همین الان 7 دقیقه و نیم ویدیو شده.
7 دقیقه ویدیو شده، معذرت بخوام. آی از این اتکش خیلی بدم میاد. از اینی که وای، از اینی که با اسب میپره رو هوا خیلی بدم میاد. جون مادرت کانتنت دارم میسازم، نکش. آها بزن. ماشاءالله. بیا عقب. هیل کن. نه چاقال بده. وای نکن. نه وای خدا لعنتت کنه. نه وای نکن جون مادر. تو رو خدا ویدیوم طولانی میشه، نمیتونم بذارم یوتیوب. تو رو خدا اذیت میشه. نکن بابا، یه گوشه گیرم نخورد. آی گلون در گیر. نه جونم. آها خوبه، الان میتونم هیل کنم. سامن میکنم کمش می. آی دادم وای. آی. آها بچه ها بزنیدش پدر سگو. بیارینش پایین. آها دارم فرسترای میزنمش. آخر جونشه. یعنی تموم میشه. اوی نکن. از این اتکش بدم میاد. وای نه. آی وای گرگا مردن. آها دوباره پرید. آها فرصت بزنش دیگه. تو رو خدا. آخه مرسی. تونستم. اوکی آقا. گلدن چی نمیتونم بخونم، سلاحشو گرفتم. اوکی بریم بشیم تو سایت آف گریس یه رسی بکنیم. بریم جلوتر. آقا راستی یادم رفت اینو بهتون بگم. هدف من از گذاشتن این همه ویدیوهای الدن رینگ این بود که چجوری بهتون بگم، یعنی فقط من میخوام برم که رادان رو بزنم. تنها خواسته من اینه که الان فقط رادان رو بزنم، یعنی بعد رادان دیگه الدن رینگ رو ادامه نمیدم مگر اینکه اوکی بدین و بازی رو تمومش کنم دیگه. یعنی بعد از الدن رینگ میخوام برم سراغ یه گیم دیگه، ولی اگه اوکی بدین ادامهش میدم. ولی فعلا از طریق یوتیوب خواستم برم ببینم که چجوری میتونم به رادان برسم. حاجی پشمام این دیگه چیه؟ میشه زد اینو اصلا یا نه؟ اوه شیت، آتیش داره میگیره همه جا. اوه دم شیت. اینجا بابا زر نزم واسه آیتم اسمیتینگ استون 3 فایر بلاسن چون میخوری یه کاری باشه. شمشیر گونده داره. آها هیچ پخی نبود. دستکششو گرفتم پشمو. الان یهو میبینید همین یارو با سایت تر میاد. دارم چیز خاصی نباشه. سلام بکشمش. نفرینم کرد. برو گمشو زر نزن. با اسب میرم. اون دیگه چیه؟ اونو چی همونجا؟ گرد گفتم گلدن سیف. شما یا خدا این دیگه چیه؟ این دیگه چی بود؟ ببینم چه زری میزنی تو. آی نبینم دیگه.
شلاق داره. وای وای وای. نه دیگه هیل نکن. آی 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 آی. آی آی. فکر نکن فقط خود داری احمق. پشمام اون دیگه چیه؟ یو خودو. خب Last Grace Discovered. آیتم ور میدارم فقط میرم. آیتم آخی یه دونه دیگه هم هست. چند تا ایلوژن لام از سبا. چرا جنگ دارن اینا؟ آی با من چه کار دارین؟ اینم چیزه؟ نه خیلی بده که حتما باید پیاده بشی تا بتونی حرف بزنی. اوکی یه لاست گریس دیگه. آی فکر کنم بتونه من یه لول بدن. یه لول به HP دوباره اضافه کنم. لول اپ خوبه. ویگا رو میتونم ببرم بالا. بذار ویگا رو ببرم با استرنس یکی باشه. بعد میخوام بیلد بلادم ببندم. بلاد برای بلاد باید چی ببندم؟ حالا بعد این سرچی دربارش میزنم. راه دارین؟ راه بهم نشون میدی یا نه؟ خب مثل اینکه نشون نمیده. طبق معمول راه خودم رو میرم. شمشیر رفته توش یا خدا. بیا 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 سریع بازش کن. اومد آیتم ورد. اوی کجا داری میری مردک؟ میتونستم فکر کنم یارو رو بندازم پایین، ولی خب وقتی کار خاصی ندارم چرا الکی باید دیگران رو عذاب بدم؟ پشمام چه قشنگ شده. یارو افتاد مرد. دیم. آقا من خواستم ببینم که چجوری میشه راحت رسید به رادان. به خاطر همین رفتم داخل گوگل و یه سرچ زدم که ببینم چه پیشنهادایی برام میاره، که دیدم که یه توضیحات نوشته که باید سایت کوست رنی رو میبردم جلو. یه سری هم ویدیوهای یوتیوب بود که رفتم دیدم و گفتن که باید یه کلید پیدا کنیم مخصوص در جادویی که باعث میشه یه ذره نزدیک شیم. آقا تو گوگل در آوردم که پشت این اژدها اون کلیدیه که ما نیازش داریم برای اون دروازه جادویی. به خاطر اینکه کلید رو برداشتم و با تمام سرعتی که میتونستم از دست این اژدها فرار کردم.
یعنی اگه وای میستادم دهن منو سرویس میکرد. خب در رو باز کنیم بریم تو ببینیم تو چی داره. بله یه نفر در حال دعا کردنه. نه 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 بمیر بابا عوضی. زدن اینو کار خاصی نداره واسه آی. نه 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 غلط کردم. آی آی خوبه اینا رو راحت میشه کشت. نه اوکی مشکل نداشتم، فقط اگه به موقع بتونم از انتکشون جا خالی بدم. بدونم ببینم چی داری. ماشروم میدن؟ نه دیگه. وای نزدیک بود. نگاه یکی تو کمرمه، یکی تو گردنمه، یکی تو پا. اول پس این دیگه چیه؟ نه 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 من یه نوری دارم اونجا میبینم. نه دیگه نه دیگه. خود این سگا هم جرأت نمیکنن بیان جلو. نه 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 بابا ولم کن دیگه. دیره. دیر نیست. خداحافظ. نزدیک بودو. کجا باید برم؟ اوکی لاسکریس بعدیمون. من در عجبم. وایس اینجوری نمیشه. بذار یه چیز کنیم. راستی من چیز پیدا کردم، گولدن سید پیدا کردم. Not enough golden seed. خار کن. خفه شو یتیم بیوفه می بابا. ویدیو رو زیاد کردم که به محیط باس فایت برسم و اونجا دوباره صورت ویدیو اوکی میشه، برمیگره رو حالت معمولیش. اینه که باس اونم رد ولف راداگونه که بیرون سراغش. هوی بیا جلو پدر گرگ، بیا دهنت. آی نزن دهن سرویس بکنم. واسه چی دمیجی خوب. نزن نه دیگه اسپان نداشت گرگ. نه پرواز تو رو خوبه. نه از این شمشیری که سامون میکنه خیلی بدم میاد. آی بزن بابا نکن مردم نکن نه یا خودو بمیر پدر سگ. آقا مرسی از این که این ویدیو رو دیدی. دهنم سرویس شد. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.